پس باور به اکمال دین و ختم نبوت چی مفهومی دارد؟ جانشینی پیغمبر، جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چیه؟ یعنی این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مصدر تشریع، امیرالمؤمنین علیه السلام مصدر تشریع، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هادی، امیرالمؤمنین علیه السلام هادی، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم منذر، امیرالمؤمنین علیه السلام منذر، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم حرفش کلامش واجب الاتباع واجب الاطاعت و ایشان عصمت دارد، امیرالمؤمنین علیه السلام این رو دارد. این حرف ما. این گونه که جناب حجت الاسلام می‌فرمایند باید بگوییم که خداوند عزوجل دینش را توسط پیامبر علیه السلام تمام ننموده، بلکه دین توسط حضرت علی و ائمه که رحمت خداوند جل جلاله بر همه ایشان باد به حد اکمال رسانده است. چون این سخنی کاملا منافی قول الله عزوجل است، آنجا که الله عزوجل چنین می‌فرماید: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آیین خداپسند برای شما برگزیدم. و یا اینکه آیا جز از پیامبران علیهم السلام که مستقیما با وحی الهی در تماس هستند کسی دیگر میتواند مصدر تشریع باشد تا واجب الاتباع برای مردم قرار بگیرد؟ بدون شک یا اینکه شما این موضوع را نمیدانید و یا اینکه به ختم نبوت اعتقاد ندارید و حضرات ائمه علیهم السلام را پیامبر میدانید که در واقع این کفر صریح و شرک در نبوت است، چرا که الله عزوجل نبوت را توسط پیامبر علیه السلام ختم فرموده، آنجا که خودش چنین می‌فرماید: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد صلی الله علیه و سلم پدر نسبی هیچ یک از مردان شما نبوده و بلکه فرستاده خدا و آخرین پیغمبران است و خدا از همه چیز آگاه بوده و هست. جانشینی پیغمبر، جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چیه؟ یعنی این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مصدر تشریع، امیرالمؤمنین علیه السلام مصدر تشریع، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هادی، امیرالمؤمنین علیه السلام هادی، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم منذر، امیرالمؤمنین علیه السلام منذر، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم حرفش کلامش واجب الاتباع واجب الاطاعت و ایشان عصمت دارد، امیرالمؤمنین علیه السلام این رو دارد. این حرف ما